تا از بهترین سریال های بورج و ازبک. اولی دختران آفتاب در نقش نازلی. این سریال چالش مادر و 3 دخترش در زندگی رو نشون میده. دومی عشق منطق انتقام در نقش اسرا. داستان عشقی که زن و شوهر در گذشته بنابر دلایلی جدا میشن و سالها بعد در شرایطی جدید دوباره همو میبینن. سومی دوران کودکی در نقش عایشه گل. این سریال چالش های بچه های بی خانمانی که در تلاشن خانواده هاشون رو پیدا کنن رو نشون میده. چهارمی روحتم خبردار نمیشه در نقش اجه. داستان عشق بین 2 قطب کاملا متفاوت که مجبور به همکاری میشن. پنجمی عشق تجملاتی در نقش عایشه. اگه دنبال سریال رمانتیک کمدی هستی مخصوص خودته.